آیا با واقعیت نغمه هنرمند مشهور کشور وفات کرده است؟ دلیل وفات نغمه چی بوده است؟ نشر تصاویر وفات وی در صفحات مجازی، اما به چی دلیل؟ نغمه ستاره ماندگار در هنر موسیقی افغانستان چرا از همسر دومش هم جدا شد؟ دلیل جدا شدن نغمه از همسرهایش چی بوده است؟ حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی نغمه کاملا بدور از تصور. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست جزو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه ستاره ماندگار در هنر موسیقی افغانستان علاقمندان و دوستداران خاص خودش را داشت. این هنرمند محبوب و پرآوازه افغان توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت خاصی برای خودش پیدا کند. نغمه هنرمند بی‌بدیل افغان در کشور امریکا زندگی می کند و اصالتا پشتون می باشد. اسم اصلی شافیر است. در ولایت کابل بزرگ شده است. هنر موسیقیش را در ولایت کابل و پیش برد. ازدواج اول نغمه با منگل بود. وی توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان محبوبیت و شهرت خوبی داشته باشد. نغمه توانست هنر موسیقیش را بعد از جدا شدن از منگل هم ادامه داد، اما وی در کشور امریکا بار دیگر ازدواج کرد. ازدواج دوم نغمه هم موج انتقادات را به همراه داشت. این همه در حالی است که تازه تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که این ستاره ماندگار هنر موسیقی افغانستان وفات کرده است. جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست که خبر وفات نغمه تا چی حقیقت داشته است، ولی من آرزو دارم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی دروغ باشد. زندگی خوش و آرامی برای نغمه از بارگاه عزت الله تمنا دارم. عزیزان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. تا درود دیگر، بدرود.